حاج آقا به ما زنگ زدن، گفتن که زیرسازی خونمون رو خراب کردن، بیایید درست کنید. اومدیم ببین چیکار کردن. این چی آخه؟ چی شد حاج آقا؟ والا رفتیم کارگر آوردیم از این روبروی ساختمون. 2 نفری اومدن، اولش آبپاچی کردن با سنپاچ با پمپ. بعد یه ذره کار کردم با دست کندم، بعدش گفتن اینجوری نمیشه، باید بری به فرچه سیمی بگیری. بریم با خودش رفتیم یه فرچه سیمی گرفتیم 400. بعد اومد و با شروع کرد با اون دستگاه چیزش فرزش اون چیزو فرچه سیمی رو بس بهش و شروع کرد به اینجا رو کندن. بعد به این روز انداختش که ببین چیکار کرده خدا وکیل. آره. نگاه کن ببین. بعد 1,800 هم از ما پول گرفت. 1,800 هم پول گرفته بنده خدا. آره. ببین الان این آخه یعنی چی؟ کلی آسیب زده به در دیوار. همین این روبرو بگید ببین. دیوار بلکا بود. بلکاها رو اومده بود نفر گذاشته بودن به جای که خیس کنن بکنن با فرچه سیمی داشتن دیوار میکردن. بعد کارشون رو اوکی کردیم، براشون بتونه کردیم که به این صورت تونستیم کارشون رو در بیاریم. راضی هستید آقای کامل؟ از شما درد نکنه، خیلی ممنون. چطور بود؟ خوب بود، عالیه، دستتون درد نکنه. به مردم چی میگی که برای زیرسازی و برای کارشون؟ والا به هر کس اعتماد نکنن، آدم وارد رو بیارن تو کار. ما که ناشیگری کردیم یکی رو آوردیم که کار ما رو خراب کرد. به هر کسی اعتماد هزینه کردیم، این بنده خدا رو ما انداختیم تو دردسر. زنده باشید. به هر کسی اعتماد نکنید برای کارتون رو خراب نکنید. آقای کامل بهش گفتم که خب این بنده خدا اینجا کار میکرد، شما که اونور زندگی میکردید چجوری بود داستان؟ چجوری شد؟ والا اومدم دیدم که با فرز افتادم به جون دیوار. باید مجبور شدیم کولر رو روشن کنیم که این گرد خاکا بره. 2-3 ساعت کولر روشن بود تا این خاکا از رفت. آخه خودشون اینجا چیکار میکردن تو اون خاک؟ والا نمیدونم اصلا دیده نمیشدن که ببینیم چیکار داشتن میکنن. اگر میدیدمشون نمیداشتن بقیه کار انجام بدن. بنده خدا اینا رو نمیدیده چیکار میکنن؟ آره والا اصلا دیده نمیشدن. دیوار رو جویده بودن.